اگه میخوای کتلت وا نره و دنبال یه کتلت بدون گوشت و تخم مرغی، این ویدیو کتلت شیرازی مخصوص توه. سلام دوستان، من علیرضام. امروز میخوایم با 2 قلم مواد یه کتلت شیرازی خوشمزه درست کنیم که هم ساده و خوشمزه است و هم مغروم صرفه است. تو مرحله اول 1 کیلو سیب زمینی رو میذاریم که آب پس شه. سیب زمینی من آماده است. سیب زمینی من چون متوسط بود حدوداً 40 دقیقه زمان بردش که کاملا بپزه، ولی خب به نسبت سایز سیب زمینیتون تایمش یکم بالاتر یا پایینتر میاد. سیب زمینیمون رو پوست میگیریم و با رنده کوچیک رنده میکنیم و میذاریم یه مقدار خنک شه. وقتی سیب زمینیمون خنک شد 2 تا حب سیر رو رنده میکنیم و بهشون اضافه میکنیم. بعد اینکه سیرامون رو رنده کردیم موادمون رو هم میزنیم تا سیرا خوب با سیب زمینی ها مخلوط شه. ادویه‌های کتلت شیرازیمون زردچوبه، نمک، فلفل سیاه، آویشن، پودر پاپریکا و پودر پیازه. اینقدر هم میزنیم تا تمام ادویه‌ها با سیب زمینی‌ها مخلوط شه. زمانی که سیب زمینی‌مون کامل با ادویه‌مون مخلوط شد 200 گرم آرد سوخاری بهش اضافه میکنیم و اصلا نگران نباشه که قرار باشه صفر شه، چون 200 گرم آرد سوخاری برای 1 کیلو سیب زمینی کاملا مناسبه. اینقدر هم میزنیم تا مواد کاملا با هم مخلوط شد، دیگه به دستمون نچسبه. مواد این کتلت شیرازیمون آماده است و اینقدر هم خورده که دیگه به دستم نمیچسبه. خمیر رو ببینین چقدر نرم و منسجمه. به هر اندازه‌ای که دوست دارین از موادتون برمی‌دارین و به شکل دوک بازش میکنین. برای باز کردن به شکل دوک ما باید یکم حالت استوانه‌ای به موادمون بدیم و 2 سمتشو یکم جمع میکنیم. و بعد میذاریم روی سطح کارمون رو آروم بازش میکنیم. یه خط هم میزنیم واسه دوکمون به خاطر اینکه کتلتمون مسبوق شه. بسان یه بار دیگه دوک کردن رو انجام بدیم. سیب زمینیتون رو حالت میدیم و میذارین روی تخته کارتون و آروم شروع میکنیم به باز کردن. دو سمتش رو شکل میدیم. زمانی که کاملا شکل گرفت با چاقو وسطش هم برش میزنیم. نکته‌ای که واسه سرخ کردن کتلت شیرازیمون وجود داره اینه که ظرفمون باید اندازه کوچیکی داشته باشه، روغنمون حتما باید شناور باشه برای کتلتمون و کاملا باید داغ باشه. اگر این نکته ها رو رعایت کنین جذب روغن کتلت شیرازیتون صفره. یه سمت کتلتمون که پخت برش میگردونیم. دوستان به حجم روغن توجه کنین، همون مقداری بود که اول ریختیم، بدون اینکه ذره روغن اضافه کنیم. همون مقدار هم هنوز باقی مونده. حاجی صدا رو نگم برات که چقدر خوشمزه است.